برونوی پرتغالی بوشاد نواکاک اعلان کرد که این ترانسفر را از خود منچستر یونایتد انتظار زیاد می‌خواست. البته یاد دارم که آنها جسارت نکردند تا درباره این قرار خود به من بگویند. من خواستم بمانم زیرا از برای اویلا و محبتی به اندازه نسبتی دسته چنین خلاصه برآوردم. در ادامه فرناندش بر آن است که علام‌آور برایش آن است که از زمره بازیگران است که او را نمیتوان تنقید کرد، ولی نه قدرش میکنند و نه دفاع میکنند. از جانب دیگر این وضعیت است که سال‌های اخیر در امیو زیاد رخ می‌دهد، ولی بر قصد راهبریت امیو آن بازیگران آزرده هم به قول در کجای خاک را گرفتند آن هم زر شد. در دل‌های یک نفران نالازم برای یونایتد رفتند، یا قهرمان شدند یا بهترین بازیگر یا خود محبوب دلها. منچستر یونایتد باشد با نقشه‌های نامعلوم امریم و انتی ریکاردی ناتکرار فقط و فقط امید به فردای نامعلوم می‌کند.